أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. دوستان و برادران عزیز، الحمدلله که ما جای حجامه گیری شدیم. улица микрорайон Пирогомая дом 29 و رقم ها انشاءالله که در روی اکران میبینین 8966 3888 92 92 یعنی 866 38 92 92. میتونید که انشاءالله زنگ بزنین، برادرها در خدمتن. انشاءالله که در ویدیو دیگرام در هستن که چه خیلی اومدن در کاری هستن که همش انشاءالله واضح کرده فهمودگیم. و انشاءالله تا آخر هفته را هر شخصی که حجامه میگیره یک قرآن کریم براشون تحفه داده میشه. قرآن تجویدی، مصحف تجوید، یعنی قرآنی با تجوید، یعنی قرآن انشاءالله که میخونین شما را نمیزنه، با همش انشاءالله که مفصل کرده تا اینکه مثال برای ما در حالت خواندن زور نیایم. با اون خاطر انشاءالله که مدعو باشین. انشاءالله که برادر ما تاکسی پارک شدگی تاج تاکسی میتونیم که انشاءالله که اسلوبش حوض میفهمونه با پروای تاجیکی یعنی قرقیزین در شهر سن پتربورگ، سمارا، یکاترینبورگ انشاءالله که پیتر در میتونین که انشاءالله که زنگ بزنین بر رقم هاش انشاءالله در اونجا نوشته که شیرالی رقم هاش انشاءالله در روی اکرانن. میتونین که زنگ بزنین پتلوچتون کنه و کمیسیش با همراه پیروادش دستورکش 130 روبل. انشاءالله که با دعا باشه. انشاءالله برادرات در خدمت هستن، همیشه با دعا باشین که خداوند جمله مسلمانانی که بیمار هستن اونها را شفای کامل عاجل عطا فرمایه. و بعضی برادرها زنگ زدن که اکاود و داراشون که داشتن، یعنی از همتون خواهش که دعا کنین که خداوند اونها را گناهاشون عفو و مغفرت بگردانه و داخل جنت الفردوس الاعلی بگردانه. وقتی که انسان که دنیا که میگذره تمام عملهاش بسته میشه. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن که اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث. هر وقتی که فرزند آدم از دنیا که گذشت تمام عملهاش بسته میشه بجز سه چیز. یکی از اونها صدقه جاریه هستن، یعنی یک از صدقه جاریه بهترینه که قرآن تحفه کردن برای مردم بعد از مرگ تا اگر که بخونن انشاءالله که ثوابش به نام اعمال شما رفته میشه، مثل فان میشه. دیم از اونها صدقه جاریه این است که علم ينتفع به، از علمی که از اون فایده میبرن مردم، اون وقتی که در قبرستان هستی فایدهش به نام اعمال شما رفته میشه. سوم از اونها فرزند صالح، در حق پدر مادر دعا کنن بعد از مرگ اونها. و اون خاطر برادران عزیز انشاءالله که فرزندهای خود رو تعلیم خوب کنین تا اینکه بعد از مرگ شما در حق شما دعا باشن. یعنی انشاءالله که این برادرها که از دنیا گذشتن خداوند اونها را عفو و مغفرت بگردانه و داخل جنت الفردوس الاعلی بگردانه. یعنی بسیار برادران میپرسن که یک هفته حجامه میگیرین؟ یک هفته انشاءالله که ما قرآن تحفه میکنیم، هفته دیگهش انشاءالله که یا اینکه جای نماز تحفه میکنیم، یا اینکه تسبیح الکترونی، یا اینکه مسواک و دوخی. و انشاءالله کدامش که برای شما پسند است همون را اختیار کنین باذن الله که همون را برای برادران انشاءالله که تحفه میکنین. باقی در امان الله باشین، با دعا باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوست انشاءالله که شیر بچه‌کم ببینن اسلامی را وقت کم گفتش نه در خدمت ببینید برادران انشاءالله که ما در خدمت شما. نه با اکمون انگیتیسه یک کامون گرفتیم. ای بالای سری نه سر لیسی کدام مدگه خلاف جوانی بگو دام کامera بگو گپ زنی باردارم نه حرکت چی میزنی؟ سوزه همش قایدوی بیم ما اومده میدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، برادر ما شیرالی تاکسی پارک شدگی در شهر مسکو، یعنی مسکو خودش ده با لیسنس میتونه پتکلچتون کنه، پروای تاجیکی قرقیزی رسی باشه انشاءالله. و در دیگه شهرها مثال مسکو облست میتونه که به لیسنس پتکلچتون کنه، یعنی پیرواد انشاءالله که لوبا میمن میتونه که زنگ بزنین انشاءالله که پیروادتون میکنه. رقمش در اینجا میبینین. و شهر سن پتربورگ، یکاترینبورگ، سمارا به لیسنس انشاءالله که پتکلچتون میکنن. با دعا باشین خداوند هر یکی ما و شما را نگهبان باشه. یگان چی گفتن باشین سو این نمی بشناسش. اگر السلام علیکم برادران، کدوم در اینترسی نامی کانال هست توش تاکسی در تای یمی کانال برادر هست میدونی برای پادپیسات کنید کانال انشاءالله اسلویاش شرط شروطش میبینین انشاءالله خدا نگهبان تو باشه. بقی در امان الله. السلام علیکم. یکم آمد جمعه کرد، یک قرآنش نماز همه خونده، تو همه جانشون یک قرآن پدرکش کردی. چی گفتن یکم؟
بهترین از دوی مقصد اینا برادر بین دوون اکرام پدرکم میکردستم دقمان دو در کم که برادرها دو کنیم انشاءالله همه کسا بین بک شدن اینا بهترین اینا با میبیلو رو آوردن اینا انشاءالله برادر همه در خدمت هم اینا اکامون رو گیتیم انشاءالله که آدم بسیار بیاین برادر ما شما رو انتظار خداوند نگهبان باشه دقمان دو کن علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر کرون مبارک شود یکم هم خیلی قرآن داشت در خونش تبریکش میکردیم که پدرکش میکردیم قرآن نگفت یکم آدم نیازمند تی ماشاءالله بوده چی گفتن یکه برای مردم بیان جمعه کنن برادرها سنت است شیفا است بهترین کار قرآن ترفا میکنن بیان قرآن بگیرن باموزن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میگه خیرکم من تعلم القرآن و علمه بهترین شما شخص اصیل قرآن را تعلیم میگیرد و به دیگران تعلیم میدهد همین بیاید هجومت کنید قرآن بگیرید سلام علیکم دقیقا دعا کنیم برادر خب بیا نکا ما شما رو انتظاره خب برادر گرفتی نکا جونو چند تا گرفتی چند کس بودی اینه یکم قدی ها ماشاءالله چی گفتن یکا برای مردمی که هجومه کنی میان بیایم خیلی مقصد چکنم با انشالله صد خیلی هم بود شفا ابسولو جوانی چخیله ابسولو جوانی شرایط مشکل که برای ادوب صد سوانه فایزه یکن انشالله صد فایزه یکن خب اکا جان فضا رو هم ای دقمان دعا کنی اینه اکا جانو بیاین چی گفتن یکا ماشاءالله یکی جواب میکنم بهتر نه میکنم میخونم همش خوبه کش درجه اولی همه در تفسیر میتونیم بیا جمعه که نخونم بخونیم سنت اکا جان اینا بای سنت ها میتین با تو برادر تماشا کنی اینا اینا اکا جان اینا یکا هم اومدن از خود میتیشی اینا آزی ساعت چند شید ساعت نیم تا کم نه اینا نیم تکم نه شید از برادر با یکم آزی اچرا در آزی بعد یا انشالله که فهم میکنیم اینا دیگه برادر دوم سوار دیگه همه را کردیم اینا دیوان اومد میتونه که پگه سهر ایجاده چای کافه شکلات قند کافی کمپوت شکلات میوگی انشاءالله که برادرات میتونه بخره کسی که مثلا میویا با اگر مثلا اچرات باشه اینجا زد میکنه زده میشینه یا که بعد هجومان جای میشینه برادر دقیقا دعا کنه انشاءالله که برای شما همه کسا خونه رو نشون کدمش خواه داره داو خونه خواه میکنه او کدامت با برادر خواه داره اینجا میتونه که خواه کنه اینا همه دوستو هست انشاءالله که با اینجا دورو هم داریم برادر اینا همه طرف با مساج نیک باشه همش مساج که خدا شه انشاءالله که با پگا با نه برادر با یک برادر دیگه ما خدا خواسته باشه مبارک شود سلام علیکم نه قرآن برای خودت نه قرآن خودت کن مبارک شود فقط خوندن دقمون دعا کنین خب یکان چی گفتنی برای مردمی هجوم کنه بیاین همتون بهترین انشاءالله صاحب قرآن نشه انشالله یاد میگیریم خیلی برادر برادرها دعا میکنیم خیلی وقتی خوندن انشاءالله که داره آیاتو نبروده خب باقی برادر قریبا دعا کنین اینا برادر ما در حالی هم پریت کرفته انشاءالله که ندیوانا رو آوردن اینا پریت که جلی انشاءالله که همش خوب میشه سلام علیکم و رحمت الله و برکاته سلام علیکم برادران این ساعت 10 تکم 10 این برادرای ما آخران کلینتای ما بودن این روزاش 10 میلیون دیگه باید کاری ما نه هم یکامون همشون هجومه گرفتن نفر که هستشون انشاءالله که با خواست از برای الله هدیه یعنی توفه بهترین اگر جون توفه میکنیم برای هم برادرها اگر جون تحمیل دوسته نکن میتر بهترین نکن درمون دوسته پورا شما درمون دوسته درمون دوسته نه توفه بهترین میگم آده کنه درمون دوسته درمون دوسته نه کنون کسی که میخونه اختو مثلا فقط تو که درمون دوسته انشاءالله که شما دیم الله مهربان نگهبانتون باشه درمون دو فقط ما خدمت خلق دارم انشاءالله سلام علیکم و رحمت خوش آمدید برادر خوش آمدید
دوستان عزیز اینا خیلی محاضرش از 3 سال داریم. الحمدلله افسوس و همه خوب شرایط و نفس الحمدلله. اینا باز خیلی کامنته بچه ها میان همجا نمازاشو میخونه یک خیلش مقصد استراحت مینن انشاءالله همه طرف سوز شده پروردگار. خوش آمده برادرها. این السلام علیکم دوستان عزیز شتگیان خدا نگهبان تو باشه. السلام علیکم و رحمت الله. خوش آمده برادرها. خوش آمده. سلام علیکم باشه. سلام علیکم. قرار نگیرفتی اکا؟ دوم اکا. الله اکبر. خیلی کدوم وقت نماز خون همین که قرآن که خوندی اکا نبریا. دقمون دعا کنیم حضرت دقش دعا کن. نه بشو. برادرها بیاین در خدمت خلق مینا نگاه الحمدلله که آدما روز به هدینه اکامو بوسیدگان آباد ان شاء الله. چی گفتنی؟ ماشاءالله. بیاین برادرها. ماشو برو انتظار. توفا عینانی سنتر نش اینجا من چی گفتنی؟ یگم چی گفتنی نسی؟ برای نعمت رحمت بهترین توفا برای خیر دقیقا دوگ باش مایدم. خب خدا نگهبان باشه. بینه برادرها اینا باید اسپرسمنت دیگه. ما عیدم برو من اسپرسمنت UFC گفت GFC گفت یک ها